دایره دانش ابوریحان بیرونی بینهایت وسیع بوده، نه تنها دایر به تاریخ پیدایش مدنیت این یا آن خلق معلومات می دهد، بلکه به آن اِوولوشنی که در ساحه‌های حیات مدنی، اجتماعی و سیاسی آنها با مرور زمان به عمل آمده اند نظر می افکند. چون شخص همواره در یک علم نظر کند خسته می شود، ولی اگر از فن به فن دیگر وارد شود مانند این خواهد بود که در باغ‌های گوناگون قدم گذاشته که هنوز از یک بیرون نیامده باغ دیگری بدو عرضه دارد.